زمانی که ما اجازه گرفتیم سلام کردیم داخل شدیم در مجلس در جای مناسب بنشینیم. جای مناسب چه معنا؟ میمانانی که ما منتظر باشیم که هم تو استاد چه یک شخص از جایش بلند شد ما را در جایش بنشانیم، این گناه نیست. جای مناسب میمانا که وقتی داخل میشید تلاش کنید که زود خود جای را انتخاب کنید و بنشینید تا اینکه سبب اذیت برای اشخاصی که در مجلس حضور دارند نباشد. چرا؟ پیامبر علیه السلام می‌فرماید لا یقوم الرجل من مجلسه ثم یجلس. هیچ مرد نداره از جا و مکانش نخیزانه و خودش در جای بشینه، خلاف نداره است. متاسفانه بعضیا این نقطه ضعف را دارند و خود فضیلت تراشی میکنه، انصاف نشان ببینید که با ما احترام میکنه و کی مرا طرف جای بالا مراعات میکنه. و دیگر آدم این حدیث را بخاری مسلم روایت کرده. دیگر آدم مجلس از جمله پرهیز از سخنان بیفایده شامل از دروغ و غیبت و تجسس و گپای لهو و لعب. این نه تنها خلاف ادب در مجلس بلکه افزایش گناه و افزایش بالاخره عدم اخلاق ما را نشان می‌دهد. و بعد از اینها پرهیز بکنیم. و پیامبر علیه السلام می‌فرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به الله رب العزت دارد و ایمان بر روز آخرت دارد یا سخن خیر بگوید یا اینکه سکوت را انتخاب کند. سکوت بهترین چیز است در مجلس. زمانی که اگر ما سخن خوب گفتن نمی‌توانیم، سکوت ما بهتر است گفتن بعد ماست. اینان یک از آداب این مجلس است. و همچنان غیبت و دروغ اینها که چقدر تنبیه شده و چقدر هشدار داده شده از قرآن و حدیث که ما انشاءالله آگاهیش داریم. و دیگر آداب این مجلس از سنه توجه بر حق برادر مسلمان. زمانی که ما در یک مجلس قرار میگیریم متوجه باشیم که حق دیگران را طرف نکنیم از سنه و حق از این اول مجلس مثلا همین مجلس میگم باز بعضی مجلس هست که همه جانبه‌ای است. شاید یک جانبه‌ای باشه اما همه جانبه‌ای رو باید متوجه باشیم. یک بار متوجه میشیم که ما 45 دقیقه صحبت کردیم، برادرایی که هدفشون سخن گفتن نشد و نماینده اون مجلس از خاطر هنوز زبان باز نکرد، لب خود باز نکرده و سخن گفتن. بنا تلاش کنیم که حق دیگران را تلف نکنیم و وقت دیگران را ضایع نکنیم. و دیگر آداب مجلس پنهان داشتن اسرار مجلس است. همچنانی که جناب رفعت هم گفتند یک جزش اشاره کردند. پنهان داشتن اسرار مجلس به این معنی که هر واقعه و هر چیزی که رخ می‌دهد بعض مجلس‌ها ایجاب می‌کنه که باید باشد. بعض مجلس‌ها ایجاب نمی‌کنه. مثلا یک برنامه انجمنی علمی می‌ری، برنامه دستاوردی است که برنامه است که در اونجا بعض معلومات‌های علمی شما اگر بهره دارین باز میتونید برای برادرای خود برسونید. اما بعض مجلس که ایجاب میکنه که بعد اون تو پنهان باشد. چون پیامبر علیه السلام میفرماید که المجالس بالامانه، سخنان مجلس امانت هستند. و ششم چیزی که آداب مجلس باید مراعات بکنیم از اول تا آخر، که اولش سلام بود، اجازه گرفتن بود، در آخر چی بود باید بکنیم؟ در آخر دعا بکنیم و دعای مسئولی که از حدیث پیامبر علیه السلام ثابت شده که ما زمانی که از مجلس خلاص میکنیم این دعا را بخونیم، این سبب از این میشود که یگان اشتباهات و لغزش‌هایی که در مجلس صورت گرفته با امتحان را میبخشند. البته گناهان صغایر نه کبایر. گناهان کبایر بدون از توبه و دعا بخشیده میشه. دعا جز از توبه است. مگر هدف حدیث اینجا گناه صغایر است که یگان لغزشاتی که از پیش آدم صادر میشه در مجلس. او دعایی که در آخر مجلس خوانده میشه و این است که در حدیث پیامبر رسول الله آمده شما زمانی که مجلس با خاتمه میدید ما میخواهیم که بیرون شوید این دعا را بخوانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. این دعا را بخوانیم و مجلس با خاتمه. استایشان از توجهتان سپاس.